حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت آمیز رژیم صهیونیستی به کشورمون در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره دیدن. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه یک حرکت نظامی یا یک حرکت تندی سختی وجود داره. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف و نشانه ناتوانی است. البته ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.